سلام علیکم. همین ویدیویی که روزی 15 برآمده بود جنگ خشتمان کلین، همون ویدیو یک سال پیش کردگی بودیم. او ویدیو یک نیم سال پیش برآمده بود. او ویدیو را وقتی ما در وقت جنگ قهر کرده بودیم و قهری بودیم. او ویدیو به هیچ که دخالت نداره. برای ریسپوبلیکا ما را نکرده بودیم، برای اویله خود ما کرده بودیم. هیچ که کاری هیچ که نباشه که پرتافته کسی از تلفن ما دزدیده او ویدیو چیکار کرده ما نمیدونیم. ما زندگی ما تین شدگه، احساس شدگه. این خشتمانم این کودکام زندگی ما ساده آباده کارتون و زندگی ما نباشه. کسی اون ویدیو را پرتافته خدا جان خانه بسیده دوسته دشمنه که شیناسه نشناسه خدا ای فرزنده. ای مردم این جنگ کلین خشتمان بود، بین کلین خشتمان باز ما این دبانه این کلینم دختر خوب شده. بعد پنگ کردن همین ویدیو را پنگ کردن خونش جزیز شد. خدا جان ای فرزنداشون بینن. سلام علیکم دوستان عزیز، برادرای قدردان، روزی همت بخیر و شادی باشه. انا این حقیقت میگم. انا همین مومین برادری مومین ما برای چی میگیم؟ برای همون که سیر یک دیگر ما فاش نکنیم. با این روزا چی ما دارایی میکنن با همون رو ما بروریم. التماس ای همون نفرایی که شبکه اجتماعی را استفاده میبرین و مقصد دیگه یافته تو نمیتونیم که همین رو دلیل که همین چیز خطا نه سایت های ما همش هم در کامنتارش ما بنویسن که اکای نمی آدم ما رو دلیل که ما در او دلیل میکنیم جاش ده و زندگی هم آدم وایرون نشوه. مقصد همون چیز دوباره رو نخیزه. شما چه خیلی یک چیز یک آدم میگیرین میپرتین دیگه میبرن نوشتن نه چه خیلی که در از سایت مرا مرده بروردن همین کامنت نویسن میبرو در همین رو دلیل که چی در کنه همین کاری دروغ نمیکنن. وز نه کیان کی هم خیلی میکنن خیپ میخپن. مقصد این کار خطا نکنین. همین کارا من نمیخوام گپ پست و بلند گپ زنم. من این ویدیو رو نمیخواستم بکنم لیکن دیدم انا آدمو ببینن ایزو بکشن. همه آدمایی که میپرتونن خیلی فلان شید بهمدان شید همین کارا چی در کنه. التماس همتون مسلمانین همین کار در کار نیست. خدا نگهبان آمد این ببینین چی گپ بده در اینجا. و بازم با برادرای غریب توصیه میتونم شرکت محیدین برای گذشتن گرانیت این رقمشون معلومات زنگ بزنید. خداوند دولت دنیا را در طول سر همت بریزونه. خدا نگهبان همت باشه. در که جای باشه نباشد زنده و سربلند و خانواد باشه. در تاجیکستان ما در بین خشتمان و کلینا جنگ و جنجال نباشه. همه وقت خوش و خرسندانه با سر ببرن. خدا نگهبان.